سلام، من فرفریم. امروز میخوام راجع به آبگوشت گپ بزنم. اولش انسان فقط گوشت داشت، خشک، سفت، مثل سنگ، دندونا میریخت. بعد یه نفر گفت اگه بندازیش تو آب چی میشه؟ دوستش گفت میسوزه، ولی پخت، نرم شد، خفنه. اولش ساده بود، ولی بعد هر کی یه چیز اضافه میکرد. یکی گفت نخود بریز، پروتئین بگیره. یکی گفت گوجه بریز، رنگش خوشگله. یکی گفت من که پول ندارم، فقط آب میریزم. به لایک، به ساب، به کامنت. باید قول میخورد، صبر زیاد. دوران صفویه بود، بهش نخود زدن، به زدن. که حتی دوره فتلیشم نه تو کی؟ برو بیرون. آها، حالا درست شد. که دوره فتلیش هم همین شکلی درست میکردن. سیب زمینی. سرجان ملکم از انگلیس اومد، سیب زمینی آورد، به فتلیشا هدیه داد. فتلیشا خوشش اومد. خفنه. گوجه فرنگی. دوست محمد خان معیر، همین آقایی که تو تصویر میبینید، پدر داماد ناصرالدین شاه، رفت اروپا. بعد 7 سال اومد، بوته گوجه فرنگی آورد. ناصر خورد، بازم خفنه. وسطای دوره ناصری توش لیمو عمانی ریختن، کیف داد. خیلی بعدنها آبگوشت شد غذای مردم. فقیرا گوشت کمتر، پولدارا گوشت بیشتر، ولی همه میگفتن بوی آبگوشت بوی زندگیه. تا اینکه رسید به گوش ناصرالدین شاه، گفت منم میخوام. خورد، چشاش برق زد. نانی؟ خفنه. از اون روز آبگوشت از دیگ مردم رفت تو دیگ شاه. آبگوشت اینجا، آبگوشت اینجا، آبگوشت همه جا. الانم بعد خیلی سال همونه، با یکم پیشرفت. گوشت، نخود، رب، پیاز، صبر، با یکم پیشرفت اضافه. خلاصه که بعضی چیزا مثل آبگوشتن، ساده شروع میشن ولی تاریخ میسازن.